در اول گپ راستش آموزگاران به این چیز شبهه میکردن. پدر مادرها باش نگاه میکردن نخود در این زمین نیال میشن. حالا که 40 سال باز اگر سال 1975 این مؤسسه به کار داده شده باشد 40 سال باز نیال نشده که میشد میگفته باور نمیکردن. ما اول مجلس مؤسسه پدر مادران اونو گذراندیم و پدر مادران مقصد اقدام خودمون فهموندیم. بعد به خواننده ها سری هر خواننده تقسیمات کردیم 3 سامانی 5 سامانی همین راست اومد ما اعلان کردیم پدر مادر دستگیر کردن. برای این البته اول از پارو تولید کننده بود از سنگ تولید کننده بود از خاک تولید کننده بود. ما همین زمین های بیکار خوابیده که موجود است زیاده از 20 اتومبیل دولان پرتو برداشتیم بردیم بریم بردیم. تصور کنید اگر یک نهال 1 کیلوگرم حاصل دهد 1 تن حاصل میشد. اگر 2 سامانی فروتی که دادن فرض کنید اگر اقتصاد بازارگانی حساب بگیریم 3000 سامان میشد. حساب کنید بعد 4 سال 5 سال همه نهالی ما اگر 10 کیلوگرمی حاصل دهد دانید که 30000 4000 سامان هم تو خودی درآمدی صافی مؤسسه میشه. از اون باقی که ما اینجا پرورش کردیم.